برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود به یکایک شما تماشابینان گرامی. در برنامه تحلیلی و سیاسی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. امروز در برنامه ما درباره یک کشور صحبت میکنیم که اون کشور را زندان نامیدن هم میباید، یا اینکه اگر کشور زندان گوییم راست میآید. آن کشور کدام کشور باشد؟ البته تاجیکستان. در چند ناحیه کشور از قبولی عریضه ها برای دریافت شناسنامه خارجی خودداری کرده گفتند که دادن شناسنامه ها موقتا قطع شده است. یک منبع ما از وزارت کارهای داخله گفت که سبب این تصمیم مقامات پیشگیری از هجرت سراسری بوده است. با گفته این مقامداری شعبه وزارت کارهای داخلی، هزاران نفر تصمیم گرفتند برابر گشاده شدن راهها کشور را برای همیشه ترک کنند. این را علاکی حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت کارهای داخلی پی برده است. به گفته این منبع ما، موافق معلوماتی که به وزارت رسیده است، هزارها نفر همراه با عائله‌شان برای کوشیدن به روسیه آمادگی می‌گیرند. معلومات هایی هست که شخصان زیاده به اروپا رفته پناهنده شدنی هستند. علاقه این معلومات را گرفته است وزارت کارهای داخلی. به گفته منبع ما در شعبه وزارت کارهای داخلی، چنین شمار بزرگ خواهشمندان ترک کشور سابقه نداشته. ترس مقامات هم از آن است که یک قسم آنها به مخالفین میپیوندند. در همین جا این منبع ما از شعبه وزارت کارهای داخلی گفت که ندادن شناسنامه به طلبگاران سراسری نیست، بلکه انتخابی است. جواب رد نه به همه داده می شود. اگر از طرف رئیسان محله و جماعت ها و ناظران منتخبی تصدیق شود که این نفر شبهناک نیست، طرفدار مخالفان نیست، شناسنامه داده می شود، وگرنه نه. عظیم جان وهاب، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید این مسئله قبلا هم وجود داشت، اما تمایلی سراسری نبود. بعد از سال 2015 و تشدید فشار روانی، تعقیب و زندانی کردن صدها نفر، تمایل گریس از وطن زیاد شد که قشر مذکور به خاطر خلاص شدن از آزار و اذیت مقامات فرار میکنند و هدفشان به احتمال زیاد پیدا کردن مکان امن و بی خطر است. این قشر مغزهای کشور به مانند ژورنالیستان، حقوق شناسان، فعالان جامعه شهروندی، منتقدان حکومت و خانواده های اینها هستند. به نظر من اینکه نفران زیاد قصد ترک وطن را دارند این درست است. این مسئله قبلا هم وجود داشت، اما تمایل سراسری نبود. بعد از سال 2015 و تشدید فشار روانی، تعقیب و زندانی کردن صدها نفر، تمایل گریز از وطن زیاد شد که قشری مذکور به خاطر خلاص شدن از آزار و از اذیت مقامات فرار میکنند و هدفشون به احتمال زیاد پیدا کردن یک مکان امن و به خطر است. این قشر عبارت از مغزهای کشور به مانند ژورنالیستان و حقوق شناسان و فعالان جامعه شهروندی و همینطور منتقدان حکومت و خانواده این قشر هستند. اما قشر دیگری هم در واقع وجود دارد که آنها به خاطر وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و نبودن جای کار و از سوی دیگر عدم وجود اراده برای تغییر از طرف حکومت، امید با زندگی را در واقع در کشورمان تاجیکستان از دست دادن و دیگر نمیخواهند در کشوری که حتی برای زندگی یک روزه پیدا کردن پول مشکل است زندگی کنند. خوب، در وضعیتی به وجود آمده شکی نیست که 100% حکومت گناهکار است، اما در واقع ترس حکومت نه از فرار مردم بلکه از زیاد شدن صف مخالفین در خارج از کشور از حساب این قشر فراری از وطن است.
و حکومت میخواهد با راه صنعی پیش راه هجرت سراسری را بگیرد. به همین خاطر به نظر میرسد حکومت کشور را به یک زندان ناراضیان تبدیل داده است و روز حتما انفجار بزرگ یک انفجار بزرگ اجتماعی در کشور رخ خواهد داد که به نظر من یکی از دلیل هایش به احتمال زیاد البته با راه زور پیش راه فرار مردم را گرفتن باشد. حالا تماشابینان عزیز، در خود همین آسیای میانه هر یک کشور وابسته به یک مسئله سیاست های جداگانه خود را دارد. خصوصا مثلا در همین آسیای میانه دین یک است، گرچه که زبان ها جداگانه است، دین یک است و همه کشورهای آسیای میانگی پیوست به سابق اتحاد شوروی بودند، در یک سیاست بودند و مستقلیت را به دست آوردند. سیاست هایشان گوناگون است. یک وقتها ازبکستان دین را سخت میگرفت، مردم را سخت میگرفت، زیر فشار نگاه میداشت. در آن وقت نسبتا تاجیکستان یک کمی آزادتر بود، چون احزاب سیاسی واقعی قدرت داشتند، تا به این حال نبودند، قدرت داشتند و یک کم فضای دموکراتی رو نگاه می داشتند. حالا باشد در تاجیکستان دیکتاتور به اوج اعلا رسیده است، در ازبکستان دیگرگونی ها به میان می آید. در همین حال لیکن تاجیکستان نمی خواهد به شهروندان خودش شناسنامه خارجی بدهد. مقامات ازبکستان روسیه سندهای به امضا رسانیدند که سفر مهاجران کاری ازبک به روسیه و حجت گذاری و دریافت کاری آنها را به مراتب آسانتر میکند. آخر ماه گذشته وزارت مهنت ازبکستان با شرکت دولتی مرکز شناسنامه و ویزادهی وزارت کارهای داخلی روسیه یک سازشنامه به امضا رساندند. طبق این سازشنامه در ازبکستان نمایندگی های این مرکز شناسنامه و ویزادهی روسیه باز می شود که در نتیجه شهروندان کشور همسایه می توانند اجازه کار را در وطنشان دسترس کرده سپس به روسیه سفر کنند. این کار میلیاردها روبل و حداقل یک ماهی مهاجران ازبک را صرفه می کند. مهاجران کاری موچی تاجیکان اول قرض میکنند، گاو و گوساله میفروشند، حوله میفروشند، پول سفر به پرواز یا که به راه دریافت میکنند. بعد میروند در روسیه باز قرض جستجو میکنند، قرض پیدا میکنند برای پتنت کردن، برای جای خواب به خود تامین کردن، بعضیشون برای اجاره خانه اجاره یافتند و هکذاها و اجازه پتنت. بعد از پول یافتن باز به پتنت میدوند. برای گرفتن پتنت یک ماه دو ماهی تاجیک در همین کارها میگذرد. بعد از اون که یک ماه دو ماه دیگر به این کار گذشت، بعد کار میکنند یک ماه دو ماه کار میکنند. کار که یافتند یگان ماه دیگر کار کنند یا دو ماه دیگر کار کنند، بعد مبلغ گوساله فروختهشان یا گوسفند فروختهشان برای راهکرو یک بار میبرارند. برای پتنت پولی قرض گرفتهشان را یک بار میبرارند. برای اجاره خانه قرض گرفتهشان را میبرارند. برای با یک ماه چندین ماه برای خورد و خوراک قرض گرفتهشان را میبرارند. 4 ماه و 5 ماه عمر یک مهاجر تنها برای قرض خلاص کنی می رود. تنها برای قرض خلاص کنی سفر بر روسیه برای کار. بعد از وی به پلیس می رود. کم کسانی را دریافت میکنید که کمش 2 ماه و 3 ماه به این حالت گرفتار نشده باشند. کارشناس مسائل سیاسی عظیمجان وهاب میگوید حکومت
ترس حکومت، یعنی در واقع نه از فرار مردم بلکه از زیاد شدن صف مخالفین در خارج کشور از حساب این قشرهای فراری از وطن است و میخواهد با راه صنعی پیش راه هجرت سراسری را بگیرد. به همین خاطر به نظر میرسد حکومت کشور را به یک زندان ناراضیان تبدیل داده است. زندان ناراضیان. در همین حال در ازبکستان چی؟ ازبکستان همسایه نه تنها کار مهاجران کاریش را آسانتر میکند بلکه برای کمتر کردن تصف در جامعه که از بحرانی به وجود آمده از ویروس کرونا بالاتر رفته است، اقدام های بشردوستانه دیگری را هم روی دست گرفته است. از جمله طبق اطلاع رسانه های این کشور، مقامات ازبکستان نخستین محبس سکونتی را در ولایت قشقدریا که تابع ریاست اجرای جزایی وزارت امور داخلی این کشور بود پر بست. این اقدام چند روز پیش سنه 12 ژانویه عملی شد و زندانیانی که در این محبس ادای جزا میکردند قسما آزاد و قسما به مؤسسه های اصلاحی دیگر انتقال داده شدند. گپ رئیس جمهوری این کشور را بینید. رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیوف سنه 29 دکبر سال گذشته، یعنی همگی 2 هفته قبل از بسته شدن نخستین زندان در کشورش، در پیام خود به پارلمان گفته بود که تصمیم دارند شماره محبس های سکونتی را در کشورش 25 عدد کم کنند. 25 عدد زندان را از بین میبرد. شوکت میرزیوف اظهار داشت که امسال قرار است 6 محبس سکونتی در ولایت های تاشکند، جیزخ، قشقدریا و سرخندریا بسته شود. بیشتر زندانیان آزاد شوند. ولی در میانشان آنهایی نیز هستند که گفته می شود به زندانهای دیگر انتقال داده می شوند. اکنون این هم در حالی است که در تاجیکستان ما یک زندان نو به استفاده داده شده، ساختمان 2 زندان دیگر ادامه دارد. یعنی حال در تاجیکستان نقشه هست که باز 2 زندان دیگر را به مردم پر میکند. زندانهای تاجیکستان همیشه بیشتر از آنچه پیش بینی شده است زندانی قبول میکنند و گاهی در جای 1 نفر 2-3 نفر به سر میبرند. مثلا گریم برای 200 نفر باشد 500 نفر 800 نفر در زندان هستند. به یک اتاق که 1 نفر یا 2 نفر راست با آن 7 نفر 8 نفر را جمع میکنند. تماشابینان عزیز، ساختمان زندان ها در تاجیکستان تنها اقدام ضد بشری نیست که مقامات تاجیکستان روی دست گرفتند. در این آخرها با بیشتر شدن صداهای اعتراضی تعقیب بازداشت ها نیز در داخل و خارج افزایش یافته است. به خاطر فشار به مهاجران بیدار شده ایستاده که هر روز صداهای اعتراضی 10 نفر نو در شبکه های اجتماعی پیدا می شوند، مقامات کوشش می کنند افراد تاثیرگذار بین مهاجران را زیر نظارت بگیرند. آنهایی که از رفتن از زیر نظارت مقامات قدرتی تاجیکستان سرپیچی می کنند، برایشان پرونده ها آماده می شود و به مقامات روسیه فرستاده می شود. گفته می شود بازداشت پرسر و صدای حاج جبار در مسکو و سید اسرار میرزایف در سمر به همین مسئله ربط می گیرد. تصمیم اخیری مقامات مبنی بر محدود کردن دادن شناسنامه خارجی می تواند هزارها نفر را از نان مهاجرت که تا این زمان دریافت می کردند محروم کند. اما چنانه که کارشناس ما گفت، عظیم جان وهابوف، روزی حتما انفجار بزرگ اجتماعی رخ خواهد داد که یکی از دلیل‌هایش به احتمال زیاد با راه زور پیش راه فرار مردم را گرفتن باشد. تماشابینان عزیز، اینجا پایان برنامه تحلیلی دیدگاه است.
به کانال یوتیوبی ما، به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید و پخش تگمه لایک را فراموش نکنید. همچنین پیگیری برنامه های ما از رادیوی پیام را فراموش نکنید. شما را به الله پاک میسپارم. در پناه الله بمانید. خیر تا دیدار. الله نگهدار. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.